آزادی سرودی میخواند کوچک همچون گلوگاه پرنده ای، هیچ کجا دیواری فرو ریخته بر جای نمیماند. سالیان بسیار نمیبایست دریافتن را که هر ویرانه نشانی از غیاب انسانی است، که حضور انسان آبادانی است. آن زمان که بنهادم سر به پای آزادی، دست خود ز جان شستم از برای آزادی. صدای ما را از رادیو آینده میشنوید. دیگه وقتشه بیداری باید ببینیم توی چنده چی داریم. چپ و راست آزادی خاورده سیاسی، آخرش با مأموری و سرنوشت میسازیم. اغنوسیم از خاکستریم، آتیش میشیم تو دل سرما، بی پایان مثل خاک زمین طوفان به پا میکنیم برپا. اغنوسیم از خاکستریم، آتیش میشیم تو دل سرما، بی پایان مثل خاک زمین طوفان به پا میکنیم برپا. درودها به شما شنوندگان گرامی. اینجا رادیو آینده است، صدایی از دل امید، از دل رنج، از دل مردم. برنامه امروز را با نامی آغاز می کنیم که سالهاست آرزوی یک ملت است: آزادی ایران. آزادی نه یک واژه تزئینی که تپش قلب نسلی است که در تاریکی سرکوب هنوز رویای روشنی را از یاد نبرده است. صدای ما صدای زنانی است که برای حق زیستن می جنگند، مردانی است که برای نان و کرامت فریاد می زنند و جوانانی است که در خیابانها با جانشان آزادی را هجی کردند. آزادی ایران یعنی پایان دیکتاتوری، یعنی طلوع حقیقت، عدالت و انسانیت. ما امروز نه از گذشته که از آینده سخن میگوییم، آینده‌ای که بیشک از آن مردمی است که ایستاده اند، آینده‌ای آزاد برای ایرانی آزاد. با ما بمانید. به همت عهد قربانی دهناری از اعضای جمعیت سوسیال دموکراسی برای ایران در سایت آزادی و عدالت مطلب ارزشمندی چاپ شده تحت عنوان زنان شاهنامه اندیشمند، متکی به خود و آزاده. ما ضمن سپاس از این نویسنده مبارز و این مطلب بسیار به موقع به تعریف این زنان می‌پردازیم. عهد قربانی دهناری می‌نویسد در روزگاری که دختران و زنان ایرانی در خیابان، زندان و تبعید فریاد آزادی سر می‌دهند، بازخوانی چهره‌های زنانه در میراث فرهنگیمان نه تنها ضرورتی ادبی بلکه وظیفه سیاسی و فرهنگی است. در بطن شاهنامه این حماسه بزرگ
زنانی حضور دارند که نماد شجاعت، خرد، استقلال رأی و عشق آگاهانند. آنان در لحظه‌های حساس و بحرانی تصمیم گیرنده، ناجی، رزمنده یا مادرانی آینده ساز می شوند. زنان شاهنامه گرچه در جهانی مرد سالار زندگی می کنند، اما در بزنگاه‌های تاریخی رکن عقلانیت، تصمیم گیری و مقاومت در برابر استبداد به شمار می آیند. امروز نیز زنان ایران در بزنگاه تاریخی ایستادند. بازخوانی زنان شاهنامه نه صرفاً حسرتی برای گذشته، بلکه ضرورتی برای بازیابی روایت قدرت زنانه در سنت ایرانی است. در این نوشتار نگاهی کوتاه خواهیم داشت به شماری از زنان شاهنامه که می توانند الهام بخش مبارزه زنان امروز ایران باشند. در این برنامه ما به رودابه می پردازیم. رودابه صدای زنانه، شور عاشقانه، استقلال رأی. شاهزاده کابل بی واهم از فرهنگ مرد سالار دل به زار می سپارد و خود پیش قدم گفتگو با او می شود. وقتی شاهان ایران و کابل مخالفت می کنند عقب نمی نشیند. رودابه نماد شور عاشقانه و استقلال رأی زنی است که صدای دل و عقل خود را می شنود و از آن شرم ندارد. او عشق را با استقلال در می آمیزد، خود به زال دل می بندد و پیش قدم خواستگاری می شود. در روزگاری که حتی نام بردن از چنین کاری برای زنان تابو بوده است، در برابر پدر و فرمان شاه از تصمیم و انتخابش عقب نمی نشیند. حاصل این بیباکی زایش رستم است، نماد پهلوانی ایران. رودابه نماینده زنانی است که صدای دل خود را میشنوند و به آن اعتماد دارند، حتی اگر دنیا علیهشان باشد. وقتی همه او را به خاطر موی سپید زال سرزنش می کنند، بی اعتنا به مخالفت‌های فرهنگی و سیاسی، عاشقانه به زال دل می سپارد و می گوید که من عاشقم همچو بحر دمان، از او بر شده موج تا آسمان. پر از پور سام است روشن دلم، به خواب اندر اندیشه زو نگسلم. همیشه دلم در غم مهر اوست، شب و روزم اندیشه چهر اوست. صحنه دیدار شبانه زال و رودابه هیچ شباهتی به خسرو و شیرین، لیلی و مجنون یا رومئو و ژولیت ندارد. شادابی و جوانی این دلدادگان در نخستین دیدار بوی بهاری به همراه دارد. رودابه سیاه چشم گیسو کمند چون سروی بر بام می درخشد و زال که از دور پدیدار می شود، بی نیاز از عشوه و ناز، بی آه و ناله های سوزناک، بی گدایی عشق یارا می خواند و با زبان شیرین به زال خوش آمد می گوید. وقار و بزرگی زنان شاهنامه به ویژه در صحنه‌هایی می درخشد که در برابر پهلوانان یا مردان خودخواه و خودکامه با استقلال رأی و اتکاب خود استوار می ایستند. مهراب پدر رودابه، مردی خودسر و نادان، وقتی از ماجرای عشق زال و رودابه آگاه می شود، از خشم دیوانه می گردد و قصد جان دختر را می کند. سیندخت مادر رودابه از بیم جان دختر از او می خواهد که از عشقش بگذرد و به زاری نزد پدر رود. اما رودابه پاسخ می دهد: بدو گفت رودابه پیرایه چیست؟ به جای سرمایه بیمایه چیست؟
روان مرا پور سام است جفت، چرا آشکارا بباید نهفت. به پیش پدر شد چو خورشید شرق، به یاقوت زر اندرون گشته غرق. رودابه پس از پیوند با زال و زادن رستم در خاندان فرمانروایان زابلستان جایگاهی بلند می‌یابد. هنگامی که اسفندیار به زابلستان می‌رود، از رستم می‌خواهد انجمنی از بزرگان قوم فراهم آورد تا پیام گشتاسپ را با آنان در میان بگذارد. نام بردن از رودابه در این انجمن نشان دهنده منزلت اجتماع سیاسی اوست. همه دوده اکنون بباید نشست، زدن رأی و سودن بدین کار دست. زواره فرامرز و دستان سام، جهان دید رودابه نیکنام. مشورت، رأیزنی با زنان و حضور آنان در تصمیم گیری های بنیادی از ویژگی های روایت های شاهنامه است. یکی دیگر از برجسته ترین نمونه های این زنان خردمند و مسئول سیندخت مادر رودابه است که ما در نشست های بعدی درباره او سخن خواهیم گفت. شنوندگان گرامی رادیو آینده، در میانه این برنامه لحظه‌ای درنگ می‌کنیم با یک فریاد ساده اما پرمعنا، نه به اعدام، نه به مرگی که عدالت نیست، فقط ابزار ترس است، نه به احکامی که نه از دل قانون که از دهان سرکوب بیرون می‌آید، نه به خاموش کردن صداهایی که تنها جرمشان خواستن آزادی است. در آیتم بعدی برنامه با صدایی همراه می‌شویم که هنوز ایستاده، هنوز زنده، هنوز میگوید ما زندگی را انتخاب کرده ایم، نه مرگ را. بندی همدرد سلام. منم دانش آموز آرام پشت میز و نیمکت‌های شکسته روستاهای دورافتاده کردستان که عاشق دیدن دریاست. منم به مانند خودتان راوی قصه های صمد، اما در دل کوه شاهو. منم همان رفیق اعدامیتان. مگر میتوان در قحط سال عد و داد معلم بود و الفبای امید و برابری را تدریس نکرد؟ حتی اگر راه ختم به امین مرگ شود؟ مگر میتوان پشت میز صمد شدن نشست و به چشمهای فرزندان این آب و خاک خیره شد و سکوت کرد؟ مگر میتوان راه دریا را به ماهیان کوچولوی این سرزمین نشان نداد؟ حالا چه فرقی میکند از عرس باشد یا کارون، سیوان باشد یا رود سرباز؟ چه فرقی میکند وقتی مقصد دریاست و یکی شدن، وقتی راهنما آفتاب است؟
بگذار پاداشمان هم زندان باشد. آهای آیندگان، شما که از دل طوفانی بیرون می جهید که ما را بلعیده است، وقتی از ضعف‌های ما حرف می زنید یادتان باشد از زمانه سخت ما هم چیزی بگویید. به یاد آورید که ما بیش از کفش‌هایمان کشور عوض کردیم و میدانهای جنگ را نومیدانه پشت سر گذاشتیم. آنجا که ستم بود و اعتراضی نبود. این را خوب می‌دانیم. حتی نفرت از حقارت هم آدم را سنگ دل می‌کند. حتی خشم بر نابرابری هم صدا را خشن می‌کند. آخ، ما که خواستیم زمین را برای مهربانی مهیا کنیم، خود نتوانستیم مهربان باشیم. اما شما وقتی به روزی رسیدید که انسان یاور انسان بود، درباره ما با رأفت داوری کنید. همراهان دوست داشتنی رادیو آینده، در دل این روزهای سخت رویایی هست که دست از سر ما بر نمی دارد. ایران آزاد، ایرانی آباد. فردایی رو تصور کنیم که در آن فرزندانمان به جای ترس در امنیت و آرامش قد می کشند. ایرانی که نفت و گازش نه جیب فاسدان که سفره مردم را پر می کند. ثروت ملی نه در انحصار که در خدمت همگان است و شادی دیگر جرم نیست که حق طبیعی هر شهروند است. آن روز دور نیست اگر با هم بمانیم، اگر باور کنیم، اگر ادامه دهیم. فردای آزادی از همین امروز ساخته می شود، با امید، با اتحاد، با عشق به این سرزمین. انفرادی شده سلول به سلول تنم، خود من در خود من، در خود من زندانیست. انفرادی شده سلول به سلول تنم، خود من در خود من، در خود من زندانیست. انفرادی همه شب من به خیابون میزنم، خسته از حال و هوایی که به این ویرانیست. از تو بگذشتم و بگذاشتمت با دگران، رفتم از کوی تو اما عقب سر نگران. ما گذشتیم و گذشت آنچه تو با ما کردی، تو بمان با دگران، وای به حال دگران. این روزا بیشتر ما در مورد زنگ زور میشنویم، مخصوصا بعد از ملاقات دونالد ترامپ با رؤسای جمهوری ارمنستان و آذربایجان. قبل از اینکه بپردازیم به چگونگی این گفتگوها، میخواییم که موقعیت جغرافیایی، وضعیت سیاسی و وضعیت اقتصادی این منطقه رو روشن کنیم.
زنگزور منطقه در جنوب ارمنستان و شمال غربی ایران است که به دلیل موقعیت استراتژیک خود راه‌های ارتباطی مهمی را بین قفقاز جنوبی و خاورمیانه فراهم می‌کند. این منطقه به عنوان یک کریدور ترانزیتی مهم شناخته می‌شود که می‌تواند ارتباطات تجاری و حمل و نقل را تسهیل کند. زنگزور در تاریخ معاصر به دلیل تنش‌ها و رقابت‌های منطقه‌ای به ویژه بین ارمنستان و آذربایجان اهمیت خاصی پیدا کرده است. کنترل این منطقه می‌تواند بر توازن قدرت در قفقاز تأثیر بگذارد و به عنوان یک نقطه حساس در سیاست‌های خارجی کشورها به ویژه ایران و ترکیه عمل کند. زنگزور دارای منابع طبیعی غنی از جمله معادن و ذخایر معدنی است. این منطقه می‌تواند به عنوان یک منبع درآمد قابل توجه برای کشورهای همسایه عمل کند. همچنین موقعیت آن به عنوان یک کریدور ترانزیتی می‌تواند فرصت‌های اقتصادی جدیدی برای ایران ایجاد کند، به ویژه در زمینه تجارت با کشورهای قفقاز و آسیای مرکزی. در شرایط کنونی کنترل یا اجاره دادن زنگزور به قدرت‌های خارجی نظیر ایالات متحده می‌تواند پیامدهای جدی برای امنیت ملی و منافع اقتصادی ایران داشته باشد. در جای نقل قولی بود از حمید آصفی که گفته بود ایران در طول تاریخ هرگاه شاهراهی را در اختیار داشته، قدرت و ثروت را هم در اختیار گرفته است. از جاده ابریشم گرفته تا مسیر کاروان‌های هندوستان، همیشه این موقعیت ژئوپلیتیک بوده که امپراتوری‌ها را ساخته یا نابود کرده است. اما امروز در قرن 21 این موقعیت طلایی در دست کشوری است که به جای بهره برداری فقط در نقش تماشاگر ایستاده است. تماشاگری که حتی سوت داور را هم نمی‌شنود، چون در عالم دیگری سیر می‌کند. دالان زنگزور فقط یک مسیر ترانزیت بین دریای خزر و دریای سیاه نیست. این شاه کلیدی است که می‌توانست ایران را به قلب بازار اروپا و قفقاز متصل کند. اما به جای اینکه با قراردادهای چند جانبه، سرمایه‌گذاری خارجی و پیوند به شبکه حمل و نقل بین‌المللی این مسیر را به دست بگیرد، کشور باز هم درگیر همان الگوی تاریخی شد: شعار، تهدید و در نهایت واگذاری میدان به رقبای چون ترکیه و آذربایجان. نتیجه: ترانزیت قفقاز به سمت روسیه و ترکیه روانه می شود و ایران با تمام مرزهایش فقط گرد و غبار کامیون های عبوری را تماشا می کند. Gözlerine kurban olum, urmu gönlüm sen ağlama. Tuz bağlıram yarama men ağlıram sen ağlama. Ağlama ağlama sen ağlama. Uçtu kuşlar yalnız kadın, kuruttular yaralandım. Sil gözünü coşkanından, kanın aksın damarında. Ağlama hatireleri, ağlama
هموطنان عزیز و ارجمندم، امروز جمعه است، در این منزل از برنامه با یک شخصیت نویسنده برجسته آقای دکتر مسعود نقره‌کار هستیم. دکتر درود بر شما، خوش آمدید. سلام و درود دارم برای شما و شنوندگان عزیز برنامه‌تون. امیدوارم حال شما خوب باشه، خسته نباشید دکتر. سپاسگزارم. من دکتر حضورتون که عرض کنم، امروز خواستیم از شما خواهش بکنیم که بپردازید به این موضوع فرخزاد. اون روز موضوع رو مطرح کردید، به نظرم خیلی خیلی موضوع مهمی است که باید هموطنان در جریان قرار بگیرن. رابطه گروه‌های چپ با یعنی رفتار اونها با فریدون فرخزاد. سراپا گوشی. بله ببینید، خب در مورد کارهای فرهنگی، هنری، ادبی و حتی فعالیت‌های سیاسی فریدون فرخزاد خب بسیار گفته و نوشته شده، اما نکته‌ای که به نظر من کم بهش پرداخته شده این هستش که فرخزادم از اون شخصیت‌هایی بود که هم زخمی دشمن بود هم زخمی دوست. خب دشمن که حکومت اسلامی وضعیتش در رابطه با فرخزاد روشن بود و دیدیم هم که سرانجام در واقع این هنرمند گرانقدر رو چگونه به قتل رسوندن و اون فاجعه‌ای که خب تکرار نمی‌کنم من. ولی در رابطه با آنچه که من زخم دوست میگم، برخورد جامعه تبعیدی ما با فریدون فرخزاد بود و خب هم به خاطر رفتار فریدون روی سن، البته با اون نگاهی که به هر حال جامعه تبعیدی نگاه مرد سالارانه و پدر سالارانه داشت، هم به خاطر صراحت بیانش، صراحت کلامش و خب هم به خاطر گرایش جنسی که در موردش مطرح می شد. خب این مجموعه باعث شده بود که یه برخورد به نظر من ناشایستی از سوی جامعه تبعیدی، به ویژه هم اشاره هم کردید به طیف‌های سیاسی مختلف، در رابطه با ایشون وجود داشت. خب جدا از برخوردهای به هر حال زبانی و گفتاری خیلی بد، جوکایی که در موردشون میگفتن یا برخوردهایی که میکردن، حتی رفتار فیزیکی بدی هم لااقل من شاهد بودم و خب مطرح نشد جایی با ایشون داشتن. در خود پاریس ایشون رو در یک کافه‌ای به شدت اون موقع کتک میزنن و خب البته بیرونی نمیشه، ولی صرفاً به خاطر همون مواردی که من مطرح کردم یا برخوردهای مشابه دیگه‌ای. خب این به نظر من وقتی من نگاه میکنم میبینم خیلی برخورد غیر منصفانه، پیش داورانه و زشتی بوده که با ایشون شده بود و غیر انسانی. خب خود جامعه ادبی ما در تبعید هم همین برخوردو داشت. چه نشریات که من باهاشون سر و کار داشتم و چه تشکل‌های ادبی و هنری. و خب تنها کسی که توی اون عرصه، اون هم لااقل بعد از مرگش، البته قبلش من اطلاع ندارم، خب شعری در مورد ایشون گفته بود و شعر خیلی خوبی هم بود تحت عنوان بچه بد، اسماعیل خویی بود که در واقع یه مرثیه است به نوعی و پیشکش کرده بود به خواهر فریدون، پوران. خب بعد از مرگش البته خب دیگران هم در رابطه با ایشون کارهایی رو منتشر کردن. میخوام بگم خیلی جامعه تبعیدی و مهاجر ما تو این رابطه، البته موارد دیگه‌ای هم در مورد چهره‌ها و شخصیت‌های دیگری هم بوده، ولی در رابطه با فرخزاد خیلی به نظر من تا حدودی
میشه گفت، نمیتونم واژه‌ای براش پیدا کنم، ولی بیرحمانه بود. و خب بعد هم شاهد بودیم که بعد از قتل ایشون که واقعا در یک دوره‌ای خیلی تنها بود و بعد از قتلش هم دیدیم که حتی در یک گورستانی به خاک سپرده شد که گورستان فقرا بود در آلمان. البته بعد تغییر جا دادن و بعد معلوم شد که از نظر مالی هم ایشون در چه وضعیت بدی زندگی میکرده. به هر حال میخوام بگم تجربه فریدون فرخزاد با اون پیشینه درخشانش توی زمینه‌های کارهای فرهنگی، هنری، ادبی، تو زمینه سینما، تو زمینه حتی سیاست، میدونید که علوم سیاسی خونده بود، حتی تزش رو هم در رابطه با، اگر اشتباه نکنم، مثلا مارکس و کلیسا نوشته بود. برای با یه همچین شخصیتی در اون شرایط به خاطر اون نگاه‌های تنگ نظرانه و در عین حال میشه گفت من اشاره کردم بسیار عقب مونده و پدر سالارانه و مرد سالارانه، ما شاهد چنین برخوردایی بودیم. خب فرخزاد هر تریبونی که در خارج کشور در اختیارش قرار می گرفت، حالا چه کنسرتاش چه سخنرانیاش، خب مسئلهش با حکومت اسلامی بود، مبارزه با حکومت اسلامی بود و از آزادی و دموکراسی می گفت که به هر حال همونطور که اشاره کردم سرانجام تلخی داشت. منتها درسی هم میتونه برای ما و نسل جوان باشه که در پیش داوری هاش، یعنی در واقع پیش داوری نکنه و داوری ها و قضاوت هاش آنگونه ای که ما شاهد بودیم در مورد شخصیت هایی مثل فرخزاد نباشه. ما صدای نسلی هستیم که خواب نمی بیند بلکه آینده را می سازد. آینده آزاد، آباد و سرشار از زندگی برای ایران و ایرانی. تا برنامه بعد، با امید، با ایستادگی و با قلبی تپنده برای حقیقت، بدرود. رادیو آینده، صدای مردم، صدای آزادی. کاری از کمیسیون تبلیغات و رسانه جمعیت سوسیال دموکراسی برای ایران.